وحید احمد بعد از لطکوب از سوی یک ملای مسجد به شفاخانه انتقال داده شده است. او در نتیجه این واقعه به شدت از ناحیه سرش آسیب دیده است. او میگوید به دلیل یک روز غیرحاضری ملای مسجد او را مورد خشم و غضب قرار داد و سپس سرش را به میز کوبید. من اول گفتم دست اول بلد دادم، من نزدم، من گفتم داری و یا نرشتم، من کلم بزد به میز. مادرش میگوید چندین مرتبه است که ملای مسجد طفل 7 ساله او را مورد لط و کوب قرار میدهد. بسته سر دیدیم ورم کرده. بیاردم به شفاخانه که بیاردم گفتم که بسته سر همه خون جمع کرده. 50 سیسی خون از سر از این بکشیدن. گفتم نه علاج نداره، مگر بریم عکس بگیریم و چیکار کنیم. خب استخون سر از این بشکسته. دکتران در شفاخانه حوزوی هرات نگران وضعیت این طفل هستند. وکیل احمد پدرام متخصص جراحی مغز و اعصاب در شفاخانه حوزوی هرات گفت مریضی که ما فعلا تحت مشاهده داریم طفلک است که توسط آخوند صاحب مسجد مورد لطکوب قرار گرفته. ضربه مغزی کنکشن مغزی داره مریض که میتونه مدت تقریبا 1 هفته تحت تداوی قرار بگیره و بعد از آهسته آهسته به مرور زمان وضعیت از این خوب میشه. اینجا مسجد بابای برق است، جایی که وحید احمد همراه با دیگر اطفال مصروف درس‌های دینی بوده است. این اطفال از برخورد سختگیرانه ملای مسجد با شاگردان سخن میزنند. وحید احمد بزدیدم سر بخونشونه. خود شما دیدید؟ اجمالی سر زدن؟ بله. یک شلاق میزنن با غیرزی کنه خیلی میزنن، شلاق محکم هم میزنن، اگه یاد بزنی میزنن، اگه نه خیلی میزنن. مسئولان پلیس در هرات میگن ملای این مسجد از محل متواری شده است، ولی پلیس تلاش‌های را به خاطر گرفتاری ملای این مسجد آغاز کرده است. سید عبدالواحد عاصمی رئیس ارشاد حج و اوقاف هرات این گونه اعمال را خلاف دین اسلام میپندارد. از دیدگاه دین، از دیدگاه اسلام، از دیدگاه علمای واقعی دین این عمل محکومه و ما طالبان ما رسما خبر نرسیده و در گذشته هم شما راست میگن همچون اطلاعات به ما رسیده ما بارها در جلساتی که ما در هر بیشتر برج داریم تحت نام جلسه خطبا و امامای مساجد بسیار به شدت این موضوع ما مطرح کردم همراه امامای مساجد که بعد جلوگیریش از خشونت و همراه اطفال مسلمانان. آگاهان اجتماعی خشونت علیه اطفال در بعض مساجد را عدم آگاهی شمار از ملا امامان از اصول اسلامی خوانده. میگویند که برای جلوگیری از این موضوع میطلبد تا ادارات معارف، ارشاد، حج و اوقاف کنترلشان را بر نهادهای دینی و آموزشی در این ولایت بیشتر سازند.